من چرا شب و روز دعا میکنم داداش؟ چون دوست ندارم وایسم 70 سالی خدا میاد سراغم، شاید تو 70 سالگی بیاد، شاید فردا بیاد. دقیقاً مثالش مثل اینه، یه سری پدرها خودشون میدن برای بچه دوچرخه میخرن کادوی تولد، ولی ما با ننه بابامون این برای ما دوچرخه مثلا میخرید امروز فردا امروز پس. آقا چرا خدا به فلانی تو اون سن داد به من نداد؟ حالا اون شانس آورد داد دیگه، مثل اون پدری که برای بچه‌ش دوچرخه خرید. آقا یارو برای بچه‌ش 18 سالگی لنکروز میخره، همه قرار نیست لنکروز بخرن که. بعد تو میخوای با کی لج بکنی؟ من تا 70 سالگی نمیخوام بشینم شاید بابای من برای من دوچرخه بخره. نه، من هر روز صبح و شب خدایا سلامتی به من بده، سلامتی رو بده بقیه رو درست میکنم. آقا میخوای پول بدی، میخوای بوگاتی بدی، چه میدونم کلیه درد داشته باشم، آقا نمیخوام. وایسم اون بیاد، اون اومدی من سرطان گرفتم نیومد اون. سلامتی منو بده بقیه رو خودم میسازم. خدا خودتی برادر، وجودته، تمام.